شنبه و یک شنبه باید با زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گوید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم. همین غریمی چی هنر نداری خودت همین گپ هر ملا رو بعد التماس می‌کنی. او همسری خودت از چیکار داره های ملا در تو؟ چهارشنبه میکنی پنجشنبه یک خلاده مگیشه بی جمعه خوشش نمیاد به فرای خوان. هر باشه بی یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گپ خطا است دادر عزیز. باور کنید اسلام در این گپ ها نیست. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام رو نمیدونن. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی؟ پیغمبر بزرگواران همسری من برای من کجاش حلال است؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است گفتن. هر وقتی که میخوای خودش خانه‌داری کن برای تو حلال است گفتن. ببینید همه جاش برای تو حلال است گفتن. همه جاش فهمیده؟ یا خیلی همینا ساده اند. ما میره گشت میپرسم باشه هم خیلی کنیم چی میشه؟ خودی خدا کردن چی میشه؟ آی سادی بند نشه واقعی عصر 21 شدی ساده. اما کافران ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن گفتن. برای همین اجدان من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی؟ از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ از همه جاش برای تو حلال است. هر کاری میکنی حلال است الا النکاح، مگر همخوابگی در حالت حیض. حالت حیض گفتن همخوابگی یعنی علاقه جنسی کردن برای تو حرام است. نکاح مراد از حیض است. ساری های حدیث میگن دیگه حدیث رسول اکرم اینو با شرط دادن در حالت حیض همخوابگی حرام است و این چنین خانه‌داری کردن از عقیب خانم این حرام است. غیر این دیگه هر کاری میکنی هر شبه که میکنی حلال است برای تو. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن، خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای وی در چهار کتاب هست. یا چهار کتاب کل ما یا وقتا میخوندم و همه خدا رحمت کنه من از صاحب چهار کتاب من هر کجا نکره راستای دروغه فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی ششتلیکه بشو. من بیچاره خودش هنری زن کتی خورختن نداشته های و همه هر چی رو بانده کرد نمیشه در کتاب بود. خدا نگهتان داره. فقط از زنا خودتان کنترل کنه بچه های عزیز. دیگر همسر شما برای شما حلال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین. خدا در این آیه مبارکه میگه همسرای شما برای شما حکم زمین کشت دارند. آنند که زمین کش میکنه زمین خودت است. ای بالا جفت کار پایان بیایی از این طرف جفت کار بالا میری یا پرنکاری خود کردن گرافید فقط تخم تکار در همون زمین حاصل خیزش. بنابراین این آیه کلمه صراحتا دلالت میکنه در عقیب کردن حرام است. برای تخم باید در جای کاری حاصل کرده خیر امتاز. بنابراین خداوند حرث لکم گفت است فاتوا حرثکم ان شئتم. همسری تو زمین خود چکلی میخوای کردن گیر. بیچاره ملا خدا رحمتش کنه. بابای ملا گفت خودت هنر نداره ما را من نکن.